یادتون میگین که ما لگ داریم و نمیتونیم بازی کنیم. امروز اومدم بهتون بگم با همون گوشی زغالی که تو دستتونه کال آف رو بدون لگ بازی کنین این به بعد. و با چه برنامه‌ای؟ این برنامه‌ای که دارین مشاهده میکنین. سلام رفقا، خوش اومدین به این ویدیو. من امیر لجندم و امروز قراره بهتون آموزش بدیم که چجوری بدون هیچ لگی کال آف دیوتی موبایل رو اجرا کنین. گوشیتون A12 A01 A02 هر چی، لگش رو صفر کنی، یعنی هیچ لگی تو بازی نبینی. امروز میخوایم اون کار رو انجام بدیم و بهتون بگم که چی. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه، شما ورود این برنامه میشین و خیلی خیلی کار ساده ای هم هسته. خب اول باید اجازه بهش بدین. اول باید اجازه دسترسی ها رو باید بهش بدین. اینجا شارژ منو میزنه و همه چیمون میزنه، پینگمون رو میزنه، درصد اونو میزنه. بعد شما باید گیمتون اینجا اضافه کنین، روی این مثبته بزنین و مثلا گیمای هر چیزی گیمی که میخواین و مثلا من کال آف تیکشو زدم اضافه میکنین. خب بعدش که اضافه کردین هیچ کار دیگه نباید بکنیم. شما میزنین روی کال آف. خب این الان بعد اون کارایی که میخواد و روی اون بازی انجام بده و نه. خب الان تمام. شما نکنین یه پیامک براتون بیاد، شما این رو میزنین و خودش مستقیم وارد کال آف دیوتی موبایل میشه و میبینین که ورود میشه و راحت شما میتونین برین و اشغال کنین. از لگتون صفر میشه. بذارید حالا من میرم یه مچم پلی بدیم. یه مچم پلی بدیم و که قشنگ بهتون یه همون 30 ثانیه اولش، حالا میخوام ببینم همون دقیقه یه لحظه بریم بکنیم لگه کم، لگتون خیلی کم میشه و راحت شما میتونید بازی کنین، بازی روون. تو برید تو کاستوم 100 نفره با گوشی A12 میبینه آیپد برات کار میکنه. خیلی 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 یه چیز خفن. Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. مرسی که این ویدیو رو دیدین. اگر دوست داشتین این ویدیو رو ویدیوی ما لایک کنین، کانالمون رو دنبال کنین و زنگوله بغلش رو بزنین که هر وقت من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشین. یا علی خدا نگهدار.